عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان عزیز که این ویدیو رو از کانال خلاقیت اتو میبینن. این کار همون کاری هستش که در ویدیو قبلی داشتیم و برده بودیم 13 بدن جای هر دوستان خالی اونجا ازش استفاده کردیم. کار خوبیه، یک کار چند کاره است. من یه توضیح خیلی مختصری در مورد ساختش میدم. کار سختی نیست ولی لازم میبینم که توضیح بدم براتون. کار همونطوری که میبینید دردار هست. ما اینجا از پره به اصطلاح موتورسیکلت، پره چرخ موتورسیکلت استفاده برای دستش. بالاخره با درفش سوراخ کنید، به همچین درفش سوراخ کنید، بذارید روی حلبی، بذارید روی چوب، با این فشار بدید ضربه چکشی چیزی. کار سختی نیست، سوراخ ها رو انجام بدید. احتیاج به سوراخ کاری نیست، انقدر ضخیم نیست این حلبی. این دستش عرض بزرگتون که اینا لولاهاش هستش از ابزار یراق. رنگ فروشی ها معمولا اطراف ما دارن این لوله ها رو به همین ترتیب سوراخ های مثل لازم بود در و بدنه رو با درفش انجام میدید و همونطور که می‌بینید پیچ های خودکاری هستش. این درش و به اصطلاح درش رو هم ما با سیم دوباره به همین ترتیب با سیم مفتوحی همونطور که می‌بینید الان جاش هم مشخص نشون میدم. این هم سیمی هستش که به این شکل میاد جلوی بسته شدن این در رو به ما نشون میده و عرض بزرگتون که این کار رو خیلی کار خیلی ساده هستش. دیدید که سال‌ها همه می‌بینیم، از بچگی تا حالا همه جا دیدیم. یه پیتی آتیش روشن میکنن و به اصطلاح پر میکنن هیزم و اینا، سوراخش به همین طریق هوا بکشه رد شه. اما ما اومدیم اینجا روی بدنش، البته من اینو دسته‌دار درست کردم که احیانا اگر پر آتیش بود خواستیم جابجا کنیم راحت باشه. دستش هم کاری نداره، چیز سختی نیست. نشون میدم یک کار خیلی راحتی دستش. بله و ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم روی بدنه به اصطلاح این کار اینجا 4 تا سوراخ ریز با فاصله 2 سانتی از کف اندازه گرفتیم. روبروش 4 تا سوراخ ریز هست، بالاشون به همین ترتیب هم روزنه برای هوا کشیدن هم 4 تا سوراخ درشت‌تر به همین ترتیب که می‌بینید تا لبه کار زده شده. این کار اون طرف هم هستش. خب ما چه استفاده از این سوراخ می‌کنیم؟ ما به خاطر اینکه نخواهیم این به اصطلاح کار رو لب به لب آتیش پر کنیم، میتونیم سطح آتیشمون رو از اینجا شروع کنیم، از اینجا، نه یه خورده بیاریم بالاتر، نه یه خورده بیاریم بالاتر، نه یه خورده بیاریم بالاتر. اما سوراخ‌هایی که اینجا هستش چی؟ اونها رو برای کار کباب به اصطلاح تعبیه شده، اونا رو خدمتتون میگم. من بیام الان یه سوراخی از این به اصطلاح کار رو، هم سوراخ 4 رو آخرین سوراخش رو میگیرم با سوراخ دیگری. حالا اینم دست، اینم این یکم دسته داشته دستش افتاده که دستتون نسوزه. اینجا به همین ترتیب روبروش همین سوراخ 4 همین سوراخ 4 همونطور که مشخصه. بعد این صفحه‌ای که بازم از جنس همین حلبی هستش ورده شد، حاضر آماده. افتاد اینجا، درسته؟ ما الان سطح آتیشمون از اینجا به بعد داریم، مشکل باز بسته شدن درم نیست. ما از اینجا داریم، نه یه خورده میتونیم پایین‌تر بریم، نه یه خورده پایین‌تر. 2 سانتی 4 تا سوراخ خورده. هر چقدر که بخوایم چیز کنیم، سطح آتیش رو از بالاتر شروع کنیم، این مشکل نیست. اما از اینجا به بعد چطور؟ از اینجا به بعد که 4 تا سوراخ درشت‌تر خورده، ما اینو گذاشتیم برای کباب. اگه من اینجا پر زغال داشته باشم، سیخ کبابم اینجا باشه، فاصله آتیش تا کبابم زیاده. اینو گذاشتیم برای اینکه احیانا این سوراخ‌ها گذاشتیم برای اینکه احیانا اگر خواستیم کبابم درست کنیم، اگر ما بخوایم کبابم درست کنیم سطح آتیشمون باید خیلی بالاتر باشه، درسته؟ یا مثلا یه خود بالاتر از این یا یه خود پایین‌تر، همونجوری که الان می‌بینید. خب اینجا ما زغالامون رو می‌ریزیم به سطح به اصطلاح کار خیلی نزدیک. زغالامون رو می‌ریزیم، فرض کنیم که مثلا عرض به حضورتون که مثلا این سیخ کباب آتیش اینجاست با فاصله 5 6 سانتی. خواستید برید پایین‌تر آتیش بیشتر بریزید میتونید، خواستید بیارید بالاتر میتونید، تنظیمش مشکل نداره. و مثلا آتیش اینجا هست، این برای کار کبابم. این دو تا کارای خوبه این مثلا اجاق، هم برای آتیش درست کردن هم برای کباب درست کردن. خب اما جدا از به اصطلاح کار آتیش بازی و اینا، عرض بزرگتون که حالا اشاره کردم به اینکه به این شکل سطح کار خیلی میاد بالاتر برای زغال ریختن و
مثلا کباب درست کردن. حالا ما فقط کباب مگه میخوایم درست کنیم؟ میخوایم قابلمه بذاریم، خورش درست کنیم، کارهای دیگه. قابلمه بزرگ روی این میمونه، گیر میکنه، احتیاج به چیز نداره که چیزی بداریم، آهن چیزی بداریم. اما مثلا قوری چطور، قابلمه کوچیک چطور؟ قابلمه کوچیک میفته داخلش، قابلمه کوچیک که میفته داخلش میفته رو زغالا، چیکار کنیم؟ ما که نمیخوایم این شکل باشه، میخوایم بالا باشه. خب ما اومدیم از یه همچین چیزی که درست شده استفاده کردیم. بده من اینجوری بگیرم بکنم اوکی. از یه همچین چیزی استفاده کردیم، میاد اینجا. الان شما میتونید قابلمه کوچیک، قوری کوچیک بذارید روش. برای هوا کشیدن مشکل نداره، برای هوا کشیدن هوا میکشه. دور تا دورش سوراخ، من اینو نشون بدم، دور تا دورش سوراخ، برای هوا کشیدن مشکل نداره. و این یه همچین به اصطلاح کارایی هم اینطوری براش درست کردیم و یه توضیح مختصری در خصوص ساخت این بهتون میدم که چجوریه. این که یه دونه میله مفتوله با قطر 5 میلیمتری، حالا یه چیز شبیه به سیخ. اینا هم که میبینید اینا به اصطلاح لوله‌ی آلومینیومی آنتنه، مثل همین اینجا از اون طرف هم یه دونه لوله رفته اومده به همچین شکلی که هستش. این من توضیحشو خیلی مثل 2 تا 4 تا تند میدم که تایم مثلا فیلم بالا نره، حوصلتون بکشه فیلمو ببینید. خب اینم تا اینجا. من یه کارایی فوق العاده خوب دیگه هم روی این درست کردم، اون خیلی برام با ارزشه، میخوام اونم در ادامه ویدیو بهتون بگم، اونم حتما نگاه کنید. خیلی خوشحال میشم تا اینجا یه کارو مثلا مهمان ویدیو ما بودید، حتما لایک کنید، ما رو خوشحال میکنه. خب بریم در ادامه. چیز جالب دیگه‌ای که بسیار جالبم هست، خیلی وقت برده، خیلی فکر برده، شاید 100 بار، حالا بگید شاید چیزی نداره، حالا شاید همین 100 بار ریزی شده رو کاغذ تو ذهن تا این همچین چیزی در اومده. ما این همچین چیزی درست کردیم، میبینید که از کنار نشون میدم قلاب داره. کجا میفته اینجا گل در، اینطوری میفته اینجا به اصطلاح، من یه بار دیگه نشون میدم، میفته اینجا گل در. بعد چی میشه؟ بعد با در وقتی در بسته میره داخل. اینجا چرا برش خورده به این صورت؟ به این خاطر که بتونه بره داخل، گیر نکنه. من نقشه‌شو بهتون نشون میدم و در ادامه باز اشاره به این که چطوری هست اینا خواهم کرد. یه دونه مستطیله، طول و عرضش اینا رو من به صورت اسلایدی توی کار میدم، تو فیلم میذارم. یه 5-6 ثانیه هم فرصت میدم که اگه خواستید ویدیو مثلا یوتیوب رو پاز و پلی کنید، مکس کنید، نشون بده که براتون راحت تر میشه. خب نقشش اینه، اینجاش سوراخه، ما اینجا به هم نقشه گذاشتیم، اینجا برش میخوره، یه همچین چیزی هست. الان من چطور تا میشم بهتون نشون میدم و قلاب میزنید اینجا. این از این کار. بعد از این کار یه کار دیگه هم داریم، اون کار دیگه هم اینه، یه همچین این به اصطلاح قوطی فلزی ربه، میبینید که دسته داره و ببینیم اینجا اینا کجا استفاده میشن و چطوری استفاده میشن. ما اینجا دسته البته نیست، این پیچی که به اصطلاح بسته شده روی این قوطی فلزی سوراخ، این برای تنظیم مثلا شعله زیر آتیشه. این مثلا وسیله‌ای که درست کردیم اینجا، این یه سوراخی داره، یه سوراخ هم رو در هست، رو در این مثلا پیت آتیشمون. اینا همه با هم کنار هم دیگه هستن، رو هم دیگه تنظیم میشن. الان مثلا به این شکل این اینجا میاد میره رو این کار. خب ما توی این آتیش روشن میکنیم وقتی که بیرون هست. بعد آتیش که قشنگ علو گرفته اوکی بود و اینا، ظرفمونو مثلا میلمونو میذاریم، قوری یا ظرف کوچیکمون یا ظرف بزرگمون هم میذاریم. آتیش الان آماده است، مهیا، در میبندیم، آتیش میره کجا؟ میره اون زیر. حالا این میله چه کاری بر ما میکنه؟ این میله همچه کاری میکنه. الان مثلا الان ظرف اینجاست، درست؟ ولی شعله ما کجا؟ شعله ما عقب تره. من اینو تنظیم میکنم، میبرم جلوتر. حالا البته بازم مثلا دوربین رو پایه بگذارم، اینو با دقت بهتری بهتون نشون میدم. متشکرم. باز به ادامه ویدیو دقت کنید. هنوز آتش بازیش مونده. خب این کار فلزی ساخته شده و این هم به اصطلاح همون مستطیل کاغذی بود که نشونتون دادیم. این همچین چیزی میشه وقتی یه قسمتش که برش بدنیم داریم کنار.
ابعاد رو به هم چسب بزنیم همچین چیزی میشه. بعد در اینجا و اینجا پایه براش درست میکنیم مثل این کار، این شکلی که بتونه قلاب شه روی در به اصطلاح پیتاتیشمون و بچرخه. اینجاش برش میخوره به خاطر اینکه بتونه بچرخه. اینجا رو سوراخ میکنیم که از زیر بتونه هوا بکشه. این تا اینجای کار فعلا. خب دوستان بریم سراغ روشن کردن این اجاق. از کاغذ شروع میکنیم. کاغذ خیلی زود شعله میشه و به ما شعله های بزرگ میده. اینجا این کارتون هایی که قطعا قطورتر از کاغذ هستن با شعله های بزرگ باید آتیش بگیرن. این شعله های بزرگ کاغذ و این کارتون ها. ما کارتون هامون رو آتیش زدیم. درست شد. خب حالا اجازه بدید من یه مقدار دیگه مقدار شعله کارتون هامون رو بیشتر کنم. کارتون مشتری مقدارش رو بیشتر کنم. چوبا رو میچینیم روشون. چوبایی که از قبل آماده کردیم میچینیم به همین ترتیب که میبینید. چپ و راست میچینیم. تمام این چوبا همشون شعله ور میشن، همشون خشکن و شعله ور میشن. و به فوریت یه زغال سرخی داریم. ببینم کار خوب دیده میشه. بله این از این انبر استفاده خیلی خوبی میتونید بکنید اگر داشته باشید. خب من این مثلا چوبای سوخت آتیش گرفته رو می‌ذارم داخل خود اون ظرف. الان یه آتش بسیار خوبی اینجا مهیا شده. خب بدک نیست، خیلی هم عالی. بله خب بله این تا اینجای کار. الان ما این ظرفمون تقریبا نزدیک به پر شدن از چوب های نزدیک به زغال شده و سرخ. همونطور که میبینید خیلی عالی. من یه مقدار زغال هم بهش اضافه کنم. سعی کنید زغالا زیاد ریز نباشه که پایین نرن. خب من این به اصطلاح کار رو آماده کنم. یه مقدار باد بهش بدیم ببینیم چه وضعیتی داره. عالی. حتما از این وسیله که دارید میبینید درست کنید برای خودتون. فوق العاده عالی، فوق العاده، مخصوصا برای تفریح. ببینید دوستان به این شکل داخل اگر ظرفمون اینجا باشه، نگاه کنید الان این آتیش اینجا ظرف اونجاست، درسته؟ من اینو بردم زیر خود قوری. این چیزی که گفتیم اینجا کارایش اینه. حالا من اینو بیارم بیرون یه بار دیگه، یه مقدار چیزش کنم. یه مقدار تو قوریمون آب بریزیم. اینم از قوری ما. درش هم نهیدم کجا گذاشتم. خیلی خوب. همونطور که می‌بینید یه کار جالبی هم که من به ذهنم رسید و انجام میدم خودم، این الان میبندمش. درسته؟ از همینجا میتونم بهش چوب اضافه کنم وقتی بستمش و مثلا کارمون میگیره و جواب خوب میده.
از همینجا میتونم باد بدم. چون زیرش زغالا همه مشتعل هستن الان این چوبا میگیره. در ببندیم، کار رو تنظیم کنیم زیر خود قوری، یعنی زیر خود قوری. این هم در کارمون. خب این تا اینجای کار ادامه داره این فیلم. خب همینطور که میبینید بخار رو داریم. چیزی که بهتون گفته بودم در رابطه با الان میخواد بیاد بیرون نمیتونه و این میکشیمش میاد بیرون. آتیشمون کمه. خیلی خوب. یه خود زغال میریزیم یا احیانا اگه چوب داشتیم چوب میریزیم. آره دیگه آتیش به قول معروف مهیا شده، درسته. خیلی خوب. ما دوباره کار رو میدیم، شعله رو کجا مثلا قسمتی که آتیش داره رو میدیم داخل. این داره از دست با استفاده کنید، تنظیمش کنیم زیر قوری. لازم برسم قطعه ویدیو بگیرم که هم بزنم براتون که کار رو ببینید، کیفیت به اصطلاح این وسیله‌ای که ساخته شد و طرحش به ذهنمون رسید ببینید و انشالله استفاده کنید. بازم ممنون و متشکرم از اینکه تا اینجای کار با ما همراه بودید. دوست داشتید لایک مهمونمون کنید و اگه افتخار میدید که عضو کانال خلاقیات آتو بشید باعث افتخار ماست. ممنون و متشکرم. خب رفقا اینم به اصطلاح از آتیش به سبک به اصطلاح چیزش پیتی که حالا همینجا دیدید پیت آتیش میدن و چوب میزن. البته این وسیله ما حالا یه دری داره، از بالا ریختم از پایینم بهش چوب اضافه کنم. اینم کار قشنگه. اینم برای کسایی که آتیش باز هستن. خب موفق مایت باشید در پناه خدا. ویدیوهای بعدی از این قبیل کم نداریم، کار بسیار جالبی هست، به اونا میپردازیم. حتما دنبالمون کنید، خوشحال میشیم. پایدار و موفق باشید. خداحافظ شما.